أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غير مخلوع من نعمته ولا مقنوط من رحمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح له رحمة ولا تفقد له نعمة. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. دعای فرج را با هم تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا كان في باب العزيز إذا كان في باب العزيز تذللي فعزته في العالمين تكون لي. أقول لدى عسري وساعة مشكلي على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء توسلي. صلوات هم أولياء الله إن شئت ودهم. تمسك بعروته الوثقى وشده وقل بنبي كان جبريل عبده محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي صلى الله عليه وسلم. آخرین پنجشنبه از ماه رجب و شب اول ماه شعبان ایام متعلق است به پیغمبر اکرم آقای امام حسین، امام سجاد، آقا قمر بنی هاشم. ایام مبارکی است. هدیه نثار ارواح مؤمنین و مؤمنات گذشتگان از جمع حاضر، پدران، مادران، ذوی الحقوق، تعجیل در فرج آقا امام زمان، برآورده شدن همه حوائج، شفای همه بیماران حاضرین در مجلس، ملتمسین دعا، بیماران سرطانی، گوشه بیمارستان ها، سلامتی خود و عزیزانمان حاضرین در مجلس، پدران، مادران، جوانانمان، فرزندانمان، علمای حاضر در مجلس، صلوات قرارای ختم بفرمایید. آیه 63 از سوره انفال خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید و الف بین قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم
انه عزیز حکیم. شب مبعث است، شبی است که پیغمبر اکرم به نبوت ظاهری مبعوث شدند و موظف شدند که این نبوت و پیام رسانی ظاهری خودشان را آغاز بکنند و الا پیغمبر همان گونه‌ای که در حدیث شریف آمده است النبی نبی منذ ولادته، پیغمبر است از همان هنگام ولادت و ساعتی که به دنیا می آید، همان گونه‌ای که حضرت عیسی وقتی توسط مادرش نزد بنی اسرائیل آورده شد که خدا به ایشان فرموده بود، وحی کرده بود که یا مریم که صحبت نکن، سخن نگو. مریم آمد فرزند خردسال خود را که آورد، مردم گفتند انا لک هذا یا مریم این از کجا آمده؟ شوهری نداشتی، مردی نداشتی؟ فاشارت الیه، به او اشاره کرد به آن کودکی که آنجا بود. ناگهان آن کودکی که در گهواره بود و کودک خردسال چند روزه سخن گشود و زبان گشود و سخن گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. از همان روز نخست ایشون پیامبر بوده است. پیامبران دیگه هم همان گونه هستن. پیغمبر مبعوث شدن از همان در 40 سالگی خودشان، شب مبعث 27 ماه رجب به نبوت مبعوث شدند. اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. آغاز نبوت. اما بیایید و اون بحث بعثت، پیامبری ایشان که ظاهریش چگونه بوده است، چه چیزایی رو آغاز کردن، چه چیزایی رو فرمودن، اما دستاوردهای اینا رو بذاریم کنار، دستاوردهای پیامبر رو بیاییم امشب یک مقداری ازشون پند و عبرت بگیریم و آموزه های ایشان رو ازشون انشالله استفاده بکنیم. امشب آیه کریمه میفرماند و الف بین قلوبهم، بنا به شهادت تاریخ و بنا به گواهی تمام مورخین و کاوشگران و محققان، پیامبر اکرم معجزه ای را انجام دادند که هیچ یک از پیامبران دیگر و هیچ یک از بزرگان و مصلحت اندیشان و انقلابیون و آن کسانی که در دنیا تغییر و تحول دادند و کار بزرگ فرهنگی انجام دادن، هیچ کدام مانند پیامبر به اندازه رسول اکرم نتوانستند این دستاورد بزرگ رو به ارمغان بیاورند. و اون ارمغان چه بوده است؟ هدیه‌ای که برای من و شما آوردند، آن کاری که انجام دادند بنا به شهادت و گواهی همه این است که ایشان توانستند الفت و مهربانی و یک دلی و یک پارچگی را میان مردم به ارمغان بیاورند. آن جامعه ای که قبل از پیغمبر اکرم آنقدر گسسته و لجام گریخته بودند و از هم دور و پراکنده بودند، آنقدر تفرقه و دشمنی در میان مردم بوده است که بر سر دزدی، جنگ، درآمدشون از راه جنگ و دزدی و غارت و چپاول بوده است. زندگی روزانه آنها این گونه بوده. ایام العرب یعنی جنگ های عرب ها. ابوالفرج اصفهانی میگوید 1700 جنگ عرب ها داشتن در آن جامعه، در آن شبه جزیره عربستان. فقط جنگ داهس و غبرا 40 سال به طول کشید. 40 سال. و از افتخاراتشون این بوده که ما مثلا از قبیله فلان بودیم که چندین سال ما می جنگیدیم، شمشیر می زدیم. درآمدشون از این راه بوده، کارشون این گونه بوده. پیامبر اکرم آمدند و این مردم را به گونه‌ای تغییر و تحول در جامعه قرار دادند، تغییر و تحول در میان ملت، امت قرار دادند که این امت و ملت، این مردمی که تا روز قبل، تا همون چند سالی قبل از بعثت پیغمبر اصلا از داشتن دختر، اون آقای حابس ابن الاقرع ایشون میگوید که من 10 فرزند داشتم، 10 تا فرزند داشتم، هیچ کدام از فرزندان خودم را نبوسیدم، به آغوش نگرفتم. 10 فرزند.
پیغمبر به ایشون گفتم من چیکار کنم؟ تو اگر مهر و محبت در دلت نداری و مهربان نیستی من چیکار کنم؟ صلواتی بفرستید. اما پیغمبر آن زمانی که این تغییر و تحول در جامعه قرار گرفت و صورت گرفت، ایشون کاری کردن که مردم به هم میرسیدن سوره والعصر رو میخوندن، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. آنگونه شد که وقتی مهاجرین از مکه آمدند به مدینه، خب خانه و کاشانه خود را رها کردند. پیغمبر در سال 13 از بعثت آمدن مدینه، یعنی 13 سال بعد از بعثتشون. 13 سال مهاجر آمده، خانه، زندگی، کار و کاسبی، بزنس خودش رو رها کرده، آمده مدینه، کار و کاسبی نداره، هیچ، دست خالی، صفر. معذرت میخوام. صلوات خط بفرمایید. آمده مدینه، چیکار کنه؟ پیغمبر فرمودن اینا مهاجرن، حق برادری رو ادا کنید. مهاجر و انصار با هم برادر شدن، بزنس خودشون رو، کار و کاسبی خودشون رو، زمین ها، خانه های خودشون رو، اگر کسی در خانه 2 تا حیوان خانگی داشت، 2 تا بره داشت، 2 تا گوسفند داشت، قسمت میکرد، یکیشو خودش نگه میداشت، دومی رو میداد. 2 تا فرش، 2 تا بالش قسمت میکرد، میداد به دیگری. 2 دینار در جیبش بود، دینار دومی رو در میبود میداد به دیگری. قشنگ همه نصف کردن، 50-50. جایی رسید، به مرحله رسید که بعضیا خب زن و بچه خودشون رو رها کردن، با زن و بچه نیامدن، خودش مسلمان شده، زنش مسلمان نشده، فرزندانش مسلمان نشدن، آمدن مدینه، زن و بچه نداره. در آن زمان هم خب تعدد زوجات هم رسم بوده. با زن اون انصاری اهل مدینه، با زن دومش مشورت میکرد، با زنانشون مشورت میکردن که من باید از شما جدا شوم، شما بپیوندی به یک شوهر دیگر، اون همسری ندارد، همسر دیگریش. این گونه شد، این گونه شد. پیغمبر چیکار کردن؟ چرا این گونه انجام شد؟ یه مقدماتی داشته، ساده نبوده، راحت که نبوده. چیکار کردن پیغمبر اکرم؟ اولین کاری که شروع کردن، از خود شروع کردن، یعنی خودسازی و تزکیه نفس خود اون رهبر و پیشوا و رئیس مملکت، رئیس یک جامعه، رئیس یک مجموعه، مدیر یک مجموعه. اگر در یک شرکتی شما برید، در یک شهری، در یک ارگانی، در یک کمپانی، هر جایی که بروید، اگر مسئول اون کمپانی، اون شرکت، اون بخش، اون شهر، رئیسش، پیشواش، مدیرش اگر خودش خراب باشه، الناس علی دین ملوکه، علی دین ملوکه. پیغمبر اول از خود شروع کردن، خودسازی کردن. امیر المؤمنان میفرماند انما نفسی اروضها بالتقوا، من این نفس خودم را لو اعطیتو، آنقدر خودم را پرورش دادم، تزکیه نفس کردم، آموزش دادم، به خودم فشار آوردم، برای خودم کلاس گذاشتم، خودم را ساختم. مسئول یک مجموعه اگر خودش درست باشه، مجموعه درست خواهد، مردمم پیرو او خواهند بود. یه عزیزی میگفت اگر میبینید در یک مجموعه، در یک خلاصه مؤسسه، در یک شهری، منطقه، همه الحمدلله همه مؤمن، همه متدین، بدانید یک فرد مهمی در این منطقه یک کاری تونسته انجام بده، یک روحانی مهمی در اون منطقه بوده، تونسته یک کار خوبی انجام بده، همه فالو کردن، همه ایشون رو پیروی کردن و موفق هم بوده، موفق. پیغمبر از خودشون شروع کردن. امیر المؤمنان میفرماید انما نفسی اروضها بالتقوا لو اعطیت الاقالیم السبع على ان اظلم نملة اسلبها جلب شعیر ما فعلت. اگر تمام این دنیا رو ببینید، تمام دنیا رو میفرماید اگر به من بدهید
تمام زمین و آسمان، 7 زمین و آسمان را به من دهند تا اینکه یک مورچه را، یک حیوان را آزار بدهم، اذیت کنم، از او بستانم جلب شعیر، یک مقدار کمی از پوست جو. خود جو چه ارزشی داره؟ یک مقدار، یک تیکه از پوست جو را از دندان و دهن و این مورچه بستانم، بیارم بیرون، انجام نخواهم داد. بعد آقای فردوسی هم میگوید چی؟ از همین سخن آقای امیرالمؤمنان استفاده میکنه. چی میگه؟ میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. پس پیغمبر و خدا از خود شروع کردن، 40 سال خود را آموزش دادن. شد محمد امین، شد کسی که صلوات بفرست. شد کسی که توانست مردم را نه فقط از نظر ظاهری، شاید در یک مجموعه‌ای، در یک کشوری، منطقه‌ای ببینید عده‌ای با هم خوب هستن از نظر ظاهری، من احترام به قانون بذاره، خلاصه دزدی نکنه، همسایه رو احترام بذاره، تجاوز به حقوق دیگران نکنه. چرا؟ چون قانون بالا سرش، تنبیهش میکنن، مجازاتش میکنن، زندان داره، عقوبت داره. اما پیغمبر خدا در این آیه میفهمه و الف بین قلوبهم، دلها را به هم نزدیک کرد، دلها را به هم نزدیک کرد. اولین کاری که انجام دادن از خود شروع کردن، خود را اصلاح کردن. بعد مردم شدن الناس علی دین ملوکهم، اگر رئیسشون، پیشواشون خوب باشه خودشون هم خوب خواهند بود. الان متاسفانه جهان امروز، حتی این بزرگان یک سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر رو، اینا رو شما می‌بینید در یک مناطقی میرن برای مثلا برپایی صلح و آشتی و حفظ صلح و امنیت در بعضی از مناطق. آمارها رو بخوانید عزیزان، چقدر تجاوز به حقوق مردم میکنن همین سازمان‌های بین‌المللی، همین سازمان‌های بین‌المللی که میرن برای حفظ صلح و امنیت و آرامش مردم، تجاوزهای جنسی، آزارهای جنسی میدن. آمارش هست. اینا میخوان الفت بین مردم ایجاد کنن، صلح و آرامش. صلح و آرامش رو باید از خودم شروع کنن، از بزرگ یک مجموعه. پس پیغمبر از خودشون آغاز کردن. این اولین گامی که برداشتن برای موفقیت، الفت بین دلها حاصل شد. اولین راه، اولین گام اینه که از خود شروع کردن. دومین چیز که سبب موفقیت و الفت بین دلها شد این بود که می‌فرمودند مردم هدف بلندی داشتن. هدفشون این بوده که صلح و امنیت برقرار بشه. کشور هند، کشور 1000 ملیتی هند که معروفه، 50 تا زبان، 400 تا معذرت 400 تا زبان در هند سخن میگوین مردم، 400 زبان محلی که هیچ کدام از زبانان به هم نزدیک نیستن. 400 زبان، 400 تا لنگویج دارن. اینها در برای آزادی خودشون از استعمار انگلیس، استعمار بریتانیا، همه هدفشون این بوده، یه هدفی رو برای خودشون مشخص کردن تا اینکه موفق بشن. جامعه‌ای که هدف نداشته باشه، مجموعه‌ای که هدف نداشته باشه، گل نداشته باشه، این مجموعه موفق نخواهد بود. امت اسلام آن زمان هدف بزرگی داشت و آن یک پارچگی و وحدت و اینکه یکی بشن، همدل بشن، الفت بگیرن. پیغمبر آن را در اون زمان این هدف را به مردم القا کرد، آموزش داد که باید این هدف را ما با تمام اختلافات رو بذاریم کنار، هدفمون یکی باشه و این هدف در اون مسیر گام برداریم و هر چیزی که مانع از رسیدن ما به هدف باشه اینو بذاریم کنار. باور کنید الان هم عزیزان، بزرگترین هدف من و شما و مسلمان ها در این کشور و جاهای دیگه هم این باید باشه، باید همه یک پارچه بشیم، باید با هم همدل بشیم، باید وحدت داشته باشیم، باید یکی بشیم. بیا تا مونس هم، یار هم، غمخوار هم باشیم، انیس جان فرسوده بیمار هم باشیم. شباید شب هم گردیم و گرد هم آییم، شود چون روز دست و پای هم در کار هم باشیم. فیض کاشانی. چه شد؟ هدفمون باید این باشه. پس مردم در اون زمان هدف بلندی داشتن. این دومین گامی که برداشتن در برای نتیجه دادن و برای رسیدن به هدف، تعیین هدف، مشخص کردن هدف.
گام سوم این است که محبت رو، اون هدف رو مشخص کردن. محبت یعنی دوستی مردم، مهر و محبت به هم دیگر داشتن، مهرورزی، اظهار محبت کردن. بعضی وقتا شما این فردی رو دوست می‌داری اما اظهار نمی‌کنی. پیغمبر به مردم فرمودن مادام الناس اذا توادوا، اگر این گونه شد که محبت مادام الناس اذا توادوا مادام الناس فی خیر و هم یتوادون، اگر واقعا مودت کنن، محبت کنن. مودت بیش از محبته. اظهار کنی محبت خودت رو. محبت از دله، یعنی در دل خودت، در قلب خودت فردی رو دوست داری، این میشه محبت. اما مودت مازال الناس فی خیر اذا توادوا، اگر مودت بکنن یعنی محبت رو اظهار کنن، من محبت رو اظهار بکنم. ولا خیر، پیغمبر اکرم میفرماید که بله رأس العقل بعد الایمان، پیغمبر میگه رأس العقل، آموزه های پیغمبرش هم بس باید اینا رو ما واقعا آویزه گوشمون قرار بدیم. رأس العقل بعد الایمان، مهمترین نشانه عقل و خرد. اگر میخوای ببینی واقعا خردمند هستی، عاقل هستی، عقل داده خدا به من و شما، بعد از اینکه انسان مؤمن شه، دومین مرحله بعد از ایمان چیه؟ رأس العقل بعد الایمان بالله عز وجل التودد الی الناس و التحبب الی الناس، مودت و محبت به مردم، مهرورزی، نشون بده محبتت رو، دوستش داری، فرزندتو دوست داری، برادرتو دوست داری، خواهرتو دوست داری، نشان بده محبتت رو، نشان عملیش کن. عملی کردن محبت این خیلی ارزش داره. شماره 3 و این کینه ها و نزعنا ما فی صدور و نزعنا من صدور ما کان فی آیه قرآن و نزعنا ما فی صدورهم من غل علی سرر متقابلین، یکی از نشانه های بهشتی ها، اهل بهشت نه دوزخیان. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، خدا تمام این کینه ها رو از دل بهشتی ها، میخوای بهشتی بشی، اهل بهشت باشی، باید محبت کنی. کینه باید از دل بیرون بیاد، نباید دشمنی کنی، کینه کسی تو دلتون نباشه. این گام سوم. مرحله 4 که خیلی ارزش داشت، پیغمبر اکرم مساوات برای همه اقشار جامعه و عدالت در میان اقشار جامعه رو برپا کردن و اجرا کردن. براشون تفاوتی نداشت، عرب و عجم هیچ تفاوتی نداشت، از این کشور از اون کشور، رومی باشه فارسی باشه، مهم نبود. مساوات در میان مردم، لذا شدن چی؟ شدن یک امت موفق. و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. آقا امیرالمؤمنان میفرماید بله ازالت الجبال الرواسی، این از جا کندن کوههای پابرجا، کوههای بزرگ، اینا راحت‌تر و آسان‌تر از این است که شما دلها را به هم نزدیک کنید. دل نزدیک کردن خیلی سخت، خیلی دشواره، اما خیلی هم ثواب داره. ازالت الجبال الرواسی اسهل من الالفت بین القلوب المتنافره. تألیف بین قلوب، بین دلها خیلی سخته، خیلی دشواره، اما این گام‌های عملی رو ما باید برداریم. یک، خودمان را بسازیم. شماره دو محبت بین مردم. شماره 3 اظهار محبت رو عرض کردم، محبت بین مردم. شماره 3 شما بیایید و مساوات بین مردم رو انجام بدیم. شماره 4 چه بود عزیزان؟ شماره 4 یه چیز دیگه هم بود. بله شماره 4 که شماره 2 ما بود. شماره 4 بله هدف بزرگی داشته باشیم. یک هدف بزرگ در میان خودمون قرار بدیم، اون اختلافا رو بذاریم کنار. هدف رو برای ما مقدس باشه. اگر هدف برای ما مهم باشه، محترم باشه، مقدس باشه، پیشرفت میکنیم. اگر هدف نداشته باشیم به هیچ عنوان به نتیجه نخواهیم
رسید. امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی به همه من و شما انشالله توفیق دهد، هرچه بیشتر انشالله گام برداریم در مسیر آقا رسول الله، گام برداریم. این نعمت بزرگی که خدا منت گذاشته، هیچ نعمتی رو خدا در قرآن منت نگذاشته. نگفته من به شما این همه روزی دادم، این همه سلامتی دادم، این همه چیکار کردم، فلان کردم. خودش میفهمه در قرآن و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. هیچ کدوم رو شما نمیتوانید بشمارید نعمت‌های خدا را، اما یک نعمت رو خدا آمده منت گذاشته. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خدا منت گذاشته، منت حرامه، اما اینجا رو میگه چون نعمت خیلی بزرگه، منتم از طرف خدا چون منعمه اشکالی نداره، خدا منت گذاشته. نعمت فرستادن پیغمبر رو ارزشش داشته باشیم، بدانیم چقدر با ارزش هست. انشاءالله خداوند من شما رو با پیغمبر خدا محشور گرداند و عاقبت به خیرمان کند، در دنیا زیارتشون و در آخرت شفاعت و مجاورتشون رو نصیب ما گرداند. از آقای طاهریان دعوت می‌کنیم بیان اینجا و انشاءالله چند جمله مدعی کنن و مدیح سرایی کنن، انشاءالله که ما رو شاد بگردانند. صلواتی بفرستید.